سخن از استاد رودکی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. این صدایی است که 1160 سال قبل از این از زبان آدم الشعرا استادان رودکی صدا داده بود و امروز هم همین صدا جاودانگی خود را ماندگار و به ابدیت پیوست بودن خود را امروز ثابت میکند. واقعا هم خرسندی ما و شما امروز از دیدار دوستان، از دیدار چهره های نورانی، چهره های تاریخی، چهره های فرهنگی، چهره های هنری امروز دل ما شاد می شود، دل ما لبریزی سرشاری فرح می شود. از جمله دوستان امروز مهمانان همه مهمان ها عالی قدر هستند، همه مهمان ها جایشان بالای دیده است، اما یک مهمان عزیزی ما پشت و پناه صنعت تاجیک، استادی تمام صنعتکاران تاجیکستان، یک شخصیتی که الکی برای خودش مکتب بزرگی صنعت ساخته است، مکتب بزرگی هنر ساخته است، الکی ده ها شاگردان را به عرصه هنر تربیت کرده، گسیل کرده است و امروز شاگردانشان هم و امروز شخصیتی که با 15 زبانی جمهوری اتحاد شوروی سرود خوانده، عنوان عالی ارتیست خلقی سسر یعنی هنرمند خلقی سسر را مشرف شده بودند. جوربک مرادوف حضور دارند. دوستان یک کف کن میکنیم به افتخارشون. خوش آمدن. واقعا هم بار دیگر تکراری سخن بزرگان عیب نیست، هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. ما از دیداری روی استاد جوربک مرادوف بسیار خرسند هستیم. من باور دارم که سببگاه همین جشن که فرخ جان داماد عزیز ما و عروس نازنین فرزند انعام جان کریموف یکی از شاگردان جوربک مرادوف امروز افتخار باید کنند که در بزم خانه‌دارشوی آنها استاد جوربک مرادوف حضور دارند و با سخن خودشان، با همون لحنی به خودشان خاص، با همون صنعتی که اینک زیاده از 70 سال باز تغییر نمی‌یابد همان است، امروز با همان صدا، با همان صدای جاودانه امروز پیش من شما سخن میکنن. برای همین دو جوان فرخ جان و سرویناز بانو دعای فاتحه بخت میدهند و این افتخار است. من باور دارم که این دو جوان هم افتخار میکنن، هم مسئولیتشان زیاد شده آینده مثل همین استاد جوربک مرادوف، مثل پدرشان انعام جان کریموف، مثل پدری داماد همه که حاکم برای همین مردم خدمت میکنن. من باور دارم که دو جوان هم افتخار میکنن، هم مسئولیتشان زیاد میشه. دوستان اگر شما اجازه دهید من سخن رو به استاد جوربک مرادوف میدهم. استاد جوربک مرادوف شما خوب میدونید دوستان که من چرا گفتم شخصیت تاریخی، من چرا گفتم شخصیت بزرگ هنری. استاد شخصی هستند که با استاد ترسونزاده بر ایستاده شعرهای استاد ترسونزاده رو بار اول سرودن. شعرهای استاد ترسونزاده قهرمان تاجیکستان، این کس بابا جان غفور فریدن، این کس استاد لایق شیرالی با استاد بازار صابر با تمام بزرگان و فرهیختگان تاجیک یکجا بودن. در روز نیکشان، در روز نیک و بدی همین ملت در همین سری ما بودن. برای همینم سخن اینها، دعای اینها برای عروس و داماد تبرک است. سخن به ایشان میدم. یک هفته بگید صمیمی میکنیم دوستان. خب بار دیگر به ناهی خانچی به دیگه خزان ترک شما دوستان. بسیار زمان دکشه کفگوی نکنم. کداش آفاقی کفگوی وقتی استیرم گرفتگی ما میرسد. همین دو چیزی به طول مانده است. کفگوی خطیبه. السلام علیکم. سلام علیکم که دویم بار سلام کردیم که حد به طول که از هم دو بار سلام کنم. السلام علیکم هموطنان عزیز. من از همین 19 سالگیم از غانچی دوستای سر کردم. اشورواها، قادروفها، محمدیف، صنعتکاری عالی جناب، غانچی و صنعتکارای نازده، شاعر، نویسنده، همه صاحب. غانچیگی هم به مانند عینگی زمین نیست، قهرمان شما. از سنگ نان یافتم خودتان. برای خدا تا یک قصر زندان دیگه میل صنعتکاران